سلام، خوش اومدین به اولین اپیزود. نباید یه کوفتی بگم. خب خوش اومدین به اولین اپیزود تیماج یا دایچت. نه چایچت. چای نداریم که. من کلاسم به چای اینا نمیخوره ها. راست کافی، یعنی کافی اولی چه خبره؟ نخورم سرم درد میگیره. چه خبره؟ واقعا میگم من روز به این زاویدگی مدل نکردم. نه همه ادیت میشه تینا جان. خب حرف بزن. خیلی دلم برای تنگ شده بود واقعا میگم. یه روزی بود حالم خیلی بد بود، تو خوابگاه خیلی سر صدا بود. من رفتم شمال، بعد فردا صبح میخواستم برگردم تهران، دیگه برنگشتم. تا همین امروز من یه وسط اومدم یکی دو بار، ولی دیگه بعد جنگ بود دیگه. خیلی عجیبه الان ها که هر وقت که از تهران میرم اینجوری هم که شاید دفعه بعدی وجود نداشته باشه. تو چیکار کردی؟ اون شبی که جنگ شد من برای اولین بار از 4 ماه گفتم شب ساعت 11 بخوابم، فردا صبح پاشم شیمی دارویی رو استارت بزنم کار رو جمع کنیم. ساعت 3 صبح یا بوم. متوجه شدم اولش؟ بله ساعت 3:03 صبح بود تقریبا. فکر کنم زلزله است. اول پا شدم یه دقیقه لباسمو نگاه کردم مناسبه برای دویدن بیرون یا نه، دیدم دومین صدا اومد، سومین اومد، بعد گفتم اوکی این دیگه زلزله نیست، جنگه. هم اول فهمیدی که جنگه؟ آره دیگه، چون قبلا هم یه بار دیگه یه سر و صداهایی شده بود که همچین مدلی بود دیگه. زمستون بود. آره یادم نمیاد که بود. بعد که جنگ دیگه خب باشه فردا تموم میشه دیگه. فردا صبح پاشو شیمی دارویی رو ران کنیم دوباره هر چقدر می‌دستم تو کریم خانم بیشتر می‌زدن ها. نه به ما چون مرکز شهر ساکن هستیم سمت غرب رو بزنن صداش میرسه، شرق رو بزنن صداش میرسه. یعنی خیلی فرقی نمی‌کنه کجا رو بزنن، در هر صورت صداش میرسید. و یه چیزی که 2-3 روز این شکلی بود که با بچه‌ها تو گروه این دفعه صداش بلندتر بود. بعد دانشگاه ما که کلا اعتقادی به کنسل کردن امتحان نداره، به استاد پیام دادن که بله آقا همچین اتفاقاتی افتاده و اینا. توکل بر خدا اتفاقی نیفتاده. امتحان یه چیزی به سختی امتحانا کنسل شد و ما همچنان باقی ماندیم تا الان که امتحاناته. تا چندم الان؟ حالا دیگه امتحاناته دیگه. چندم امتحان شروع میشه؟ 26 باید شیمی دارویی رو دوباره بریم. یعنی فقط جنگ میتونست کاری کنه. من شیمی دارویی پاسشم که متاسفانه نم کاری نتونست. این زمان که این پادکست داره آپلود میشه، این 2-3 روز دیگه تقریبا تولد من و تو، تولد دایره است. گیر شدیم. من یه ذره واقعا بگم از حس و حال این روزا خیلی حس میکنم پیر شدم. میگفتن 18 تا 20 سالگی، این چیزی که دوستان میگفتن یا بزرگترم، 18 تا 20 سالگی اینجوری که میگذره، 20 به بعد خیلی سریعتر میگذره. من تا همین پارسال این احساس پیریه رو نداشتم. الان اینجوری هم که فکر میکنم واسه همه چی دیره. بعد نمیدونم این همه چیه. یعنی نمیدونم چه دستاوردی مثلا باید میرسیدم که نرسیدم یا هر چیزی، ولی نه عدد 23 برای من زنگ خطر خیلی عجیبیه. یعنی منظورت این که سال وقت دارم اون زنگ خطر رو برسم. واسه من 23 بود، یعنی نمیدونستم 23 1-2 ماه. یعنی اصلا نه اتفاق بدی افتاد، هیچی، حال دارم خوبه واقعا، ولی خیلی اصلا دپرسم. خیلی حس میکنم که نمیدونم، شاید تو تصورات نوجوانی معراج مثلا 7-8 سال پیش اینجوری بودم که الان بعد یه خانواده مثلا داشته، چون بابای من همسن من بود. من 2 سالم بود فکر کنم. آره حساب کنم بابای من داشت یه چمون تفریق رو نمیتونیم بکنیم. مهندس 23 من به دنیا آمدم. آره همسن من به دنیا آمدم. جاموندی خدایی. خیلی. تو چی؟ تو اصلا اتفاق افتاده تو این سالها که یک جایی حس کنی که به خاطر عدد سنه، نه به خاطر مقایسه خودت با دیگران، عقبی یا هر چیزی؟ نه فکر نمی‌کنم عقبم، ولی امسال برام به اتفاقاتی که تو زندگی شخصی افتاد فکر می‌کنم که تجربه هایی که توی همین بازه 1 ساله به دست آوردم خیلی بیشتر از یک آدم 22 سال است. یعنی
شاید بعضی از تجربه ها برای یک آدم تا 40 ساله باید اتفاق میافتاد و بعضی از مسئولیت هایی که شاید اصلا نباید اتفاق میافتاد واسه هیچ آدم. شاید به منطقیش اینه که نباید اتفاق بیفته، ولی خب بریم بالاخره افتاد. حالا اتفاقا به کنار، بعضی از مسئولیت هایی که الان رو دوشمه احساس میکنم که برای مسئولیت یک آدم 35 سال است، نه بر مسئولیت یک آدم 22 ساله. ولی خب بالاخره دیگه فعلا که bitch I'm still alive. تو میخوای چیکار کنی؟ از 22 که قراره تموم بشه وارد 23 بشی ذره بگو. من یه ددلاین برای خودم طراحی کردم که تا 25 سالگی فقط هر کاری دوست دارم بکنم. اشتباه کنم، زندگی کنم، تجربه کنم، پولم برای خودم خرج کنم، دنبال پس انداز این صحبت‌ها نباشم. تا 25 ددلاین هست دیگه. فعلا 25 هم تقریبا میشه پایان دانشگاه. دیگه میشه وقتی که میتونم سر کار برم و این صحبت. 26 میشه پایان دانشگاه. بله تقریبا 25 تموم میشه. آره دیگه تا اون موقع که دانشجوام و اینا یه ذره شولیکس دار بریم جلو، خوش بگذاریم، سفر بری. حالا سفر یه همش ما رو انزلی، ما هر جا زنگ میذارم کجای انزلی؟ هی انزلی رو دوست دارم. نرفتم انزلی تا الان. نرفتی دیگه، اگه بری همینجا میری اونجا. واقعا چرا داره بگو؟ انزلی از چیز بگم، من یهو فهمیدم که هر دو یه جاییم. یه روز چیز بود، این اواخر بود، بعد از جنگ. بعد جنگ بود. آره بعد از جنگ بود. بعد از تاسوعا عاشورای امسال بود. بله. بعد جنگ بود. بعد من تنهایی رفتم سفر. بیشتر تو کات. تنهایی رفتم تو سفر و اینا. بعد به تینا پیام دادم که تینا کجایی؟ گفت من شماله. گفتم کجای شمالی؟ گفت من انزلی ام، فردا میام رشت. من رشت بودم. و حالا شرایط مهیا نشد که همون ببینیم. ولی من نرفتم تا الان. یعنی فکر کنم همه جا گیلان رو رفتم. گیلان خیلی عجیبه دیگه. خیلی عجیبه. به عنوان یک شمالی دارم میگم گیلان خیلی عجیبه. یعنی اینجوری که من حداقل اینطوری هم هر وقت که میرم احساس میکنم سالهاست اینجا بودم. جالبه. مازندران تو وقتی چون تهرانی، مازندران به تهران خیلی نزدیک‌تره دیگه. بله. اومدن آبادش کردن دیگه. آباد منظور که خرابش کردن دیگه. منابع طبیعیش الان خیلی کمتره. گیلان اون روحش هنوز زنده است. نه اونم دارن خراب میکنه بعد. طول میکشه ولی. من نه دیگه با این وضعیت خیلی طول میکشه. انزلی در من یادآور تمام اتفاقات خوبیه که توی شاید 3-4 سال اخیر زندگیم رخ داده. و برام یادآور تمام این چیزایی که دستاورد خودم بوده. اینا خیلی برام ارزشمنده. شاید خیلی جای دیگه برم و که قبلش با خانواده‌ام رفته باشم یا حالا چه، ولی اینا هر کاری که کردم، هر باری که انزلی رفتم تو 3-4 سال اخیر با دستاوردهای شخصی خودم بوده و عشق میکنم باش. آره انزلی چون که تاریخی هم پشتش هست، یعنی بندر پهلوی بالاخره یک تاریخ قشنگی پشتشه. اولین پل اینا که جدا میشن نمیدونم چی بهش میگن تو ایران اونجا بوده. گمرک خیلی قشنگی داره. پل قاضیان خیلی قشنگه. کلا یه شهریه که خیلی اصالت داره و اصالتش رو دوست دارم. چند بار رفتی تا الان؟ انزلی بچه بودم زیاد رفتم. جدی؟ آره ولی ته سالهایی که خودم رفتم 1 بار 2 بار 4 بار رفتم تقریبا توی این 3-4 سالی که دارم جدا زندگی میکنم و هر بارش خیلی برام خاطره قشنگ، دوست داشتنی و عزیزی داشته و داره. امیدوارم همچنان داشته باشه. یه چیزی بهم بگو، چی میشه که میری انزلی؟ میخوام راجع به یه چیز صحبت کنم. چی میشه که میری انزلی و بعد انزلی چه اتفاقی میفته؟ این متوجه سوال نمیشم. یعنی چی میشه مثلا میگم من اگه بخوام شیراز برم، چیزی که از قبل شیراز و گیلان من خیلی دوست دارم، خب ولی شیراز چیزی که من از قبل براش برنامه‌ریزی میکنم. خب فلان فصل برم. گیلان هایی که من همیشه میرم یهویی. آخه ذات گیلان این شکلیه که اصلا برنامه‌ریزی پذیر نیست. تو هر فصلی زیبایی‌های خودش رو داره. برنامه چای چت آیس کارا ماکیاتو. برنامه ماکیاتو. خب طرف از من بخورم. گیلان تو هر فصل قشنگی خودشو داره. یعنی پاییز بری، زمستون بری، بهار بری، تابستون، همیشه قشنگه. و اتفاقاتی که افتاده اولین، چون که میگم خاطرات خوبی دارم، همیشه انتخاب اولم، یعنی بخوام یک سفری برم که خیلی ازم وقت نگیره، اقتصادی باشه و اینا، انتخاب اول منزل. چرا میپرسیدم؟
من همه گیلانم که یهویی کنه احساس میکنم آدم‌ها یهویی میان شمال. خب ولی این برای ما که ساکن غرب کشوریم صدق نمیم، برای شمال تهرانی ها صدق نمیم یهویی برن گیلان. یه رسو دیگه تهرانی حساب میشه دیگه. نه من تا ابد کمون پرچم بالا. واسه کی الان داره بوست؟ واسه بچه‌هایی که کماشه، واسه مخاطب عزیزم که بقیه نمیدونن. خب من هر وقت که چیز میشه خیلی یهویی هم اتفاق میفته، جالبه برام. هر وقت که از گیلان میام نمیدونم به خاطر رفرش خود فضای گیلانی که برام اتفاق میفته و ریختم اینجا، خدا شکر دوربین نمیافته. یا بار نشد یه دونه قهوه ما با هم بریم با هم بخور، من این نصفشو نریزه. یعنی یا رو دست یا رو لباس یا رو بالاخره یه جایی باید بفعل نیو برای چی در میاره؟ چیکارش یاره ما اینو قشنگ من چیز کن. اون چیز خیلی باحال بود. منزل بهرامی، خانه بهرامی. بستنی‌ها رو اینجوری زد. آفوکاتو گرفته بستنی‌ها رو اینجوری با قاشق زد. من میتونم چیز بیارم عکسش اینجا بذارم رو تصویر اینجا بذار حالا خیلی. بعد همیشه نمیدونم به خاطر حالی که رفرش میشه رو هم یا انرژی میگیرم یا هر چیزی، بعدش اتفاقهای خوبی میفته همیشه تو زندگیم. گیلان برای من اینطوریه. گیلانو من یه بار با یک حال خیلی بدی رفتم، حال خیلی بد. 4 سال بود؟ 402. بله 402. و یک همراه عزیزی داشتم، یک کسی که همیشه چه هر شرطی همراه هم بوده و بزرگ شدم من کنارش واقعا. و اونجا ما لب ساحل داشتیم با هم دیگه، کلی کنار آتش رقص شبانه کو مومن شجریان گوش میدادیم. یه غروب خیلی قشنگی بود. اونجا من داشتم با یک عزیز دیگری صحبت میکردم. از 3 تا عزیز شدیم الان به جز خودم 2 تا عزیز دیگر با هم 3 تا دیگه. بله با هم 3 تا عزیز. خیلی ممنون که من جز عزیز حساب کردیم. ولی کلا از اونجا شروع یک اتفاق مثبتی بود، همون ویدیو گرفتن و این صحبت‌ها. یک اتفاق خیلی مثبت و قشنگ دیگری رو رقم زد که من 2 بار دیگه بعد از اون رفتیم دقیقاً تو همون ساحل صحبت کردیم، قدم زدیم، همون آهنگ‌های بهتر و یک خاطرات خیلی قشنگی از انزلی ساخته شده که حالا فارغ از اتفاقات آینده تا همیشه برای ما خاطر ارزشمند. من که چرا بردارم کدوم عزیزو میگی؟ آها تو چه میگه دیگر بزن. اون عزیز این عزیز چه گفتم خدا. روزایی که جنگ بود و در واقع ما فکر می‌کردیم که خب اوکی جنگ زود تموم میشه، ولی تموم نشد. 3-4 روز ما هیچ شبی رو نخوابیدیم توی تهران، چون همش سر و صداهای وحشتناک بود، ترس بود، استرس بود، ترس از دست دادن عزیزام بود. بالاخره گیر داده بود میشه بیا شمال. چجوری پاشم بیام شمال؟ تو میگی امتحان دارم، اون امتحان دارم انجام نمیشه که. چه میدم بالاخره همونجور که تو چیز جنگو میای پیش بینی می‌کنی، منم تو کار پیش بینی کنکور و امتحانات و دانشگاه آزاد و هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه. این یه دونه از اختیار تو هم خارجه. تا 4 روز پیش ما مجازی بودیم، الان حضوری هستیم. ولی ما آموزشمون زنگ زده بود گفت هنوز احتمالی که مجازی بشه هست. و چیکار کردن؟ از دونه دانش آموزا که دانشجوها توف تو کنکور. بچه با شما نیستم. ذات مشاور کنکور ابن چیز کردن، دارن نظرسنجی میکنن. اصلا دلیلی که زنگ زده بودن این بود که دوست داریم مجازی بشه یا حضوری. با قاطعیت گفتم مجازی. خیلی عجیبه اگه بشه. ما یک مشکل عمده‌ای که داریم عزیزم در این مملکت این هستش که خب ما قرار شد امتحانات ما به شکل مجازی برگزار بشه و بعد عزیزان دانشگاه‌های دولتی جای اینکه تلاش کنن که امتحانات خودشون هم مجازی بشه، بعدن تلاش کردن که امتحانات ما حضوری بشه. با کارزار راه انداختن و این کارا و زهر ما رو خدا رو شکر. الان بچهای ما به خاطر چیش باید بیان تهران خوابگاه تحویل دادن، بلیط اتوبوس نیست. ببین قبول کن که جمعیت آزاد، ببین آزادهای هر شهر، تهران مخصوصا 90% به بالاشون بومی ان. خب نیستن. علوم پزشکی فرق داره. الان بقیه رشته‌ها اینطوری نیست. وزارت علوم همچنان مجازیه. بحث سر وزارت بهداشت و چیز دیگه. خلاصه که بچه‌ها فکر نکنید به دانشگاه خبر خاصیه. نه متاسفانه اعصاب و روان بدتر خبر خاصی که هست که خبر خاصی هست ولی خب اونجوری نیست. حالا ما فکر می‌کردیم بیایم بیشتر خوش می‌گذره، نگذاشت. دانشگاه اون داره تموم میشه. جاهای دیگه داره خوش می‌گذره.
من بله زندگی رو دارم میگم آره، فرد ولی خاص اشاره نمیکنم. یه چیز دیگه آقا، اینا ادیت میشه. خب جنگ شد و ما بالاخره تصمیم گرفتیم فرار کنیم و حالا ما از کجا به کجا فرار کردیم؟ از تهران به کرمانشاه که خودش زیر آتیش بود. از یه آتیش 16 ساعت مسیر 6-7 ساعته رو 16-17 ساعت ما تو راه بودیم که برسیم به کرمانشاه. من اون روزا یادم نمیره نگرانت بودم، میگفتم بیا شمال، میگفتی نمیرم، مثلا میرم پیش خانواده‌ام و اینا اوکیه. بعد هر وقت که پیام میدادی مهراج اینجا رو زدن اونجا رو زدن، کنار نمیدونم پایگاه سرباز و اینجور چیزا رو زدن. من گفتم کاش تهران میمون. آره و من تهران که نبودم یه شب حکم تخلیه منطقه 6-7 دیدم که خب خونه من همونجاست و من داشتم میزدم تو سر خودم که من سس پستو تو یخچال دارم، یعنی نگران هیچی نبودم، نگران سس پستو. خیلی روزای عجیب و پر استرسی بود، روزایی که دیگه مسئله نمی فقط بس زنده موندن آدم ها بود. تو میگونی مراقب خود باش، یعنی تو رو خدا زنده بمون. یه دوستی دارم بیماری خودایمنی داره، دوست خیلی خوبه منم هست، شیرازی هم هست، خیلی مشتی و باحال. هر وقت که بهم اصلا خودایمنی میدونی دیگه خیلی اذیت میکنه، همش حالش بد بود، بیمارستان بود فلان. هر وقت که بهش پیام میدادم حالت چطوری یا زنگ میزدم یه جمله میگفت من زنده‌ام. بعد من همیشه بهش میگفتم چرت و پرت نگو دیگه، میگفتم چه خبر چیکار میکنی؟ میگم من زنده‌ام. بعد من همیشه اون روزا فکر میکردم که این جمله‌ای که میگه شاید مثلا یه دلقک بازیه. یه موقع جنگ هر کسی که پیام میداد من دیدم ناخودآگاه داره می‌نویسم من زنده‌ام، میگفت حال چطوره فلان. بعد حتی الانم که هر کسی این سوالو دوباره میپرسه این تو من مونده که بگم من زنده‌ام. خیلی یعنی یه سری چیزا تو این مملکت این حالا چیز دیگه بگم مؤدبانه نشه بگم، تو این مملکت تو همیشه اینطوری هستی که دیگه بدتر نمیشه و دیگه بدتر میشه و این دیگه بدتر شدنه که بدتر میشه همیشه باعث میشه که تو بگی کاش دیروز بود. دیروزی که توی جاهای دیگه جهنمه، توی مملکت ما واسه امروز ما مثلا بهشت بود دیگه. نه من از اینکه اون جنگ رو تجربه کردیم، حالا فارغ از اتفاقات منفی که افتاد و جانهای عزیزی که بیگناه از دست رفت، تجربه خوبی بود. چون مثلا همون روزایی که یادت باشه پستای با مضمون تهران میبینمت خیلی بر هم فرستادیم و بعد ما آخرین باری که هم دیگر دیده بودیم یه شبی بود که تا 3 شب دینا با هم نشسته بودیم داشتیم هم حرف میزدیم درباره همه چیز. و خب اگر که اون تجربه جنگ نبود شاید اگر بام هایی که در آینده بریم قدرش اونقدر نمیدونستیم یا قدرمون خوش نمیگذاشت. مثلا اون روزایی که من جنگ بودیم در واقع داشتم میگم که اوکی تو تهران داری زندگی میکنی، چرا انقدر کم تفریح کردی، چرا انقدر کم بیرون رفتی، چرا انقدر زندگی نکردی، با اینکه واقعا مثلا هم فرصتشو داشتی هم امکانات داشتی. یعنی چی حوصله ندارم؟ الان واقعا هم حوصله‌شو دارم، درسته درنم از این شیمی داروی سرویسه، ولی خب بالاخره راضیم از اینکه برگشتیم به دانشگاه. حالا درسته ممکنه باز بریم رو هوا، ولی بالاخره الان قدر زندگیمو خیلی خیلی بیشتر از اون روزا میدونم و میدونم که چقدر آدمایی که هستن برام عزیز و دوست داشتنی هستن و دوست دارم بلای سرشون بیاد. توی موقع جنگ که بود و اینا توی فضای مجازی خیلی این اتفاق میفته، سوال مخصوصا توییتر که شما بودی، هم تو تلگرام خودمون تو ایتای خودمون هستیم، نمیم سوالا بپرسم نپرسم. اینجوری بودش که خیلی توییتر چیز شده بود که تو اینستاگرام اومده بود و اینا میگفت اکست بهت پیام داد یا نه. بعد اکست بهت پیام داد؟ زنگ زده چی؟ دیدی؟ من نمیدونم چرا همه به من اصرار داشته پاشو بیا شمال. اما حاضر بودم موشک بخورم ولی با ایکس نرم شمال. یه ذره بگو موقع جنگ هم از این چیز اکسه، همین که همه اون کسایی که فکر میکردی یا اون چند تایی که تو ذهنت بولد بودن بهت پیام دادن و احوالتو پرسیدن؟ آدمایی که برام بولد هستن الان کاملا ارتباط خوبی با هم دیگه داریم و یعنی با هم ارتباط داشتیم. یعنی نه اونهایی که ارتباط نداشتی کسی اونقدر برام مهم نیست الان تو زندگیم که راستش بگم آره نباشه و بخواد حالم بره. یعنی پرسیدن نپرسیدنش برام هیچ اهمیت نداره. چه بسا که نگرانم هم شدن
من اینجوری بودم که خب مثلا که چی الان پای چی رو ثابت بکنیم، چه حالتی دارم دیگه من داره ببخشید. تو کسی بود که دلت بخواد بهت پیام بده ولی نداده باشه؟ آره. ناراحتی از این که نگرانت نشد؟ یا ببین تینا، من فکر کنم بخش زیادیش از تو یاد گرفتم. من کات کنم یک دو سه. خب واقعا میگم بخش زیادی از توی بیو میگم صفحه چت من و تو یه جمله پینه که از یه عزیزی بهم رسید. اون عزیز اون جمله ها رو بهم گفت و این جمله همیشه با من موند و تو اون آدمه بودی که خیلی این جمله ها رو ازت یاد گرفتم که رها باش و رها تا نمونم قفسی. شاید سالها پیش تا همین 1 سال پیش بابت خیلی چیزا قصه می‌خوردم و این قصه خوردن رو با خودم به دوش می‌کشیدم. خب خیلی جاها بدونی که بخوای ازت یاد گرفتم که آقا با تمام سختی‌ها تو میتونی یک غمی رو داشته باشی. رفت قاسم تو میتونی یک غمی رو داشته باشی ولی بذاری کنار و ادامه بدی. خیلی صادقانه ناراحت شدم ولی ناراحتی از این جنس نبود که توقع نداشته باشم. توقع داشتم که اون فرد از من خبری نگیره طبیعتا، ولی دوست داشتم که این اتفاق بیفته. این از این. یه اتفاق خیلی باحالی افتاد. من یه دوستی دارم، یکی از شریفترین و چشم پاکترین پسرهایی که تو زندگیم دیدم. خب حالا خودمونیم دیگه، اینجا اصلا پادکست کنکوری اینا نیست دیگه. ما پسری که مثلا با هم هستیم چهار یه سری شوخی‌ها می‌کنیم دیگه. یه دختر می‌بینه شوخی چیزی اتفاق بیفته. من تا الان ندیدم این آدم حتی به شوخی راجع به یک دختری تو خیابون یا هر چیزی تیکه بندازه و خیلی خیلی اصلا چشم پاک و ذات خوبی داره. این آدم توی دانشگاه هم کلاسی هم هست. این آدم توی دانشگاه که معاشرت می‌کنیم و اینا همیشه بی‌حوصله است. من اوایل اینجوری بودم که چقدر مثلا بد اخلاقی یا هر چیزی، بعدن دلیلش رو فهمیدم، با هم صحبت کرد و فلان، حالا بماند بهش حق دادم. دیدی مثلا یکی رو می‌بینی میگی چرا اینطوری، بعدن که ریشه اتفاقا رو می‌بینی میتونی درکش کنی. زیاد حوصله نداشت. روزهای جنگ این آدم هر روز به من زنگ می‌زد. هر روز. یعنی تو اون 12 روز اون تهران بود، من تهران نبودم. خب من یه چیزام بگم، مثلا میگن که آقا اکس داد پیام داد یا تو به کسی پیام دادی اینا، من خودم آدمی نیستم که ببین میشناسی، من نمیتونم صحبت کنم پشت تلفن، آدم حضوری ام. خب نمیتونم صحبت کنم پشت تلفن. بله. پیش پای تو هم رفیقم زنگ زد، من دیگه بیشتر از 5 دقیقه نمیتونم، آدم حضوری ام، چش تو چش، میگم آی کانتاکت بیشتر پیام میدادم به آدما. ولی آدم‌های خیلی زیادی بودن که اصلا تو تصوراتم فکر نمی‌کردم برای من براشون مهم باشم و ازم خبر می‌گرفتن. اونجا من دوباره یه دریچه جالب برام باز شد که آدم‌ها اصلا اون چیزی که نشون میدن خیلی اوقات نیستن و خیلی اوقات درونشون قشنگ‌تر از چیزی که نشون میدن، چون شاید نمیتونن. آره اصلا در موقعیت و صحبت شرایطش قرار نگرفتن که نشون بدن. روزی که چیز شد ما داشتیم وسط جنگ بودیم، دینا حالت خوبه، تو زنگ می‌زدی میراش حالت خوبه، آره فلان اینا، یهو دیدیم که آتش بس. اصلا نفهم این اصلا خودش نصف شب بود. آره یه توییت کرده پسرا بزرگترین بمباشون رو به هم میزنن، بعد میگن که خدا همتون رو حفظ کنه. رابطه پسرا. ببین اینجوری بود که ما هممون اصلا فرقی نداره که تو تهران باشی یا شهرهایی که جنگی بود یا مثلا مثل شمال که اتفاق نیفتاد، تو یه اتمسفر دیگر داشتی تجربه می‌کردی. من خودم اینو اصلا می‌خواستم ازت بپرسم، خودم میگم که بعدش تو بگی. دوران جنگ برای من چیز عجیبی داشت، این بود که من نسبت به خیلی چیزا سردتر کرد. خب یعنی خیلی از غم‌هایی که داشتم بعد از جنگ از بین رفت یا سرد شد، نمیدونم. یعنی اینجوری بودم که مراج از چیزهای خیلی ساده تری هست که هنوز لذت ببری و تو یه سری چیزا داشتی که انجام نمیدادی. ببخشید ازش چی میگن؟ نمیدیدیش، نادیدش میگرفتی. آره یکی از این چیزها، من خیلی به بابام دقت کردم، به تو هم خیلی شباب پیام دادم اینو گفتم، دیدم چقدر ریشش سفید شده
چقدر شکسته تر شده و جنگ باعث شد من این دقت رو بکنم دیگه. یکی از چیزایی که برای من داشت این بود. ولی خیلی این پروسه عجیب بود دیگه. ما آدم‌های بعد جنگ آدم‌های دیگه بودیم، ولی ما وسط جنگ بودیم، این دلهاره رو داشتیم. یهو آتش بس، آمریکا، ایران، هر کسی، اسرائیل از ما خواست که از فردا زندگی عادی برگردیم، ولی برنگشتیم. هنوزم کامل برنگشتیم. آخه اصلا نمیشه ولی برگشت. خیلی عجیبه. نمیشه برگشت. مثلا دارم میگم خانواده من که جنگ با عراق تجربه کردن، هنوز هم به زندگی عادی برنگشت. هنوز اون تروماها یا زمان جنگ زنده است و قطعا برای ما هم همینطور خواهد بود تا ابد. نه دیگه خاطره داری بر بچت ترین زمان جنگ نشون درس می‌خوندیم. ما تو جنگ زیر موشک امتحان دادیم. بالاخره یه چیزی هست بگیم دیگه. خوبه دست خالی نیستی. فعلا بچه داره بذار بشیم. والا بالاخره. تو دستاورد خوب و بد جنگ برای چی بود؟ دستاورد نه همون قضیه نادیده گرفتن. انگار یه لحظه دیدم که من چه چیزایی تو تهران دارم. یه خونه‌ای دارم. تهران الان بیشتر دوست نداری؟ این تهران رو دوست ندارم بیشتر. واقعا من خیلی بیشترم تهران رو دوست دارم. نه من بیشتر دوستش ندارم. کلا به عنوان شهری که خیلی دوستش داشته باشم بهش نگاه نمی‌کنم. ولی به عنوان شهری که خیلی چیزها به من داده الان بیشتر قدرش رو میدونم. نمیگم بیشتر دوستش دارم، نه. من بیشتر قدرش رو میدونم. بیشتر قدر حضور خودم رو در این شهر میدونم. من قبل اینکه بیام دانشگاه تهران چون فهمیدم هر چیزی که دارم ببخشید که از فریدم، خیلی از چیزایی که دارم، خاطراتی که ساختم یا هر چی به واسطه یه تهران بوده و به خاطر این بیشتر قدرش میدم. ولی اینکه بگم آره بیشتر دوستش دارم، نه فقط قدرشو بیشتر. خوشحالم از حضور تو. شاید قبلا قور میزدم ولی الان نمیزنم. ولی دوستش ندارم. ولی شهر زندگی نیست قطعاً برای آینده. برای شاید 10 سال آینده باشه ولی برای چند سال آینده نه. یعنی سال آینده نه. آدم نمیتونه پیش بینی کنه، ولی منم فکر میکنم که مثلا احتمالاً شهر 30 سالگی منه تا 30 سالگی، 7 سال 8 سال 10 سال دیگه. روزهای عجیبی بود. موضوع بعدی این که تولدمونه. تا حالا وسط امتحانات تولدم نبود که واسه من بود. کنکور بر من نبود. نبود. تو کنکور بر تو نبود. کنکور 99 من دو تا کنکور دارم دیگه. 99 29 مرداد بودیم ما. خب من این تجربه رو نداشتم. خیر نبینی نتانیا تولد من انداختی وسط امتحانات. خلاصه که بله الان ما نمیدونم باید برنامه چیه و اینا، ولی بالاخره تولد من تولد مبارک. تو برجه امتحان مایعاته که 3 واحده و تشریحیه و من اصلا تشریحیم خوب نیست. خدا رو شکر من 401 در رفتم از کنکور، وگرنه رتبه‌ام 500,000 نمیشد. منم همین. این اگه آقا امتحانات تشریحی بود تمام بود. قبول نمیشد. من احتمالاً تو میرفتی دانشگاه آزاد، منم همونجا قبول میشدم که ماشا اونجا با دانشگاه آزاد. نه آزاد مثلا رشته چی بگیم بر نخوره بشه. چی آقا؟ رشته نقشه برداری. رشته خودم میگم مثلا. آره دایره 4 سالش تموم شد. وارد سال 5 شدیم. بعد سرویس شد. آره خیلی. ولی الان به جز این که دایره جایی که من دارم توش کار میکنم بالاخره چون مدیر بنده هستم. حقوقم زودتر نمیدونم. ما شما تاج سر یه میدونم تو ویدیو نگو. پول من رو نمیده. 500 تومن چیز شده بود، جریمه شده بودی کی؟ دیگه الان دم تولد دیگه نمیدونم بده. خب کادو بده. بچا این خانومی که میبینه یک از من پولدارتره. این یک پولمو نمیده. دروغ میگه. 40 میلیون تومان بهش بدهکارم. 40 میلیون تومان بهش بدهکارم. و آره اصلا من 40 کیلویی میخوره 40 میلیون تومان قرض بدم. 40 میلیون تومان بهش بدهکارم و ندارم بدم متاسفانه. نداری بدی؟ خوش شد سرم. بچه شما رو پلیسا بگیرید بعد از این. بچه اینا اخراج شدن، دانشگاه تمام شد رفت. نه چی داشتم میگم یادم رفت. گفتی پولمو بده. پولمو بده دیگه. گفتم ندارم. خیلی ممنون. داشتی درجه دایره میگفت علاوه بر دایره من فکر میکنم از سال دوم دایره وارد شدم. 402 بود تقریبا. اسفند 402. واقعا یادم نیست. آره همون سال بود. دی 402 اینا بود من وارد. من اینقدر خاطرات 402 رو پاک کردم که چطور یادم نیست. نه من چون که وارد دایره شدم یادمه. دایره رو همیشه دوست داشتم. از قبل که میشناختم میراجو به عنوان یه گزینه بر بچه‌ای که حالا با هم در ارتباط بودم معرفی میکردم، همیشه جدی میکردم.
قربونت بشم چیزی نگفتم، دارم ذوق میکنم. احساس میکنم که من دلغک هم کردیم. بعد آره دایره معرفی میکردم و اینا سر یک جریاناتی که خیلی هم جریانات مثبتی نیستش من وارد دایره شدم. آره. با کشاورزهای بسیار بسیار زیاد. سبب خیر. حالا عدو شد سبب خیر و این داستانا. معمولا دایره به جز اینکه جایی که کار میکنم، جایی که ارتباطات و آدمهای بسیار خوبی رو سر راه هم قرار داده و اینکه بچه‌هایی که توی دایره به هدفهایشان رسیدن قشنگه برام میبینم. اینکه از دایره به عنوان یک تیمی نام برده میشه که اوکی اینقدر داره خوب کار میکنه و من عضوی از این تیم هستم، باز برام باعث افتخاره. مثلا کنار یه سری دانشگاه تهرانی ما داریم کار میکنیم خودش تاج سر اونا انگشت کوچیکه دارن همه رو خراب میکنن. اختیار داریم بالاخره. کوچیکتونی من خودم میگم، بقیه بچه‌ها دانشگاه تهران نمیگم. همه بچه دانشگاه تهران هر دانشگاه عشقن همشون بالاخره. و دایره به اعتماد به نفس داد، خیلی چیزا به من داد دایره واقعا. بچه‌ها نمیدونن ولی میدونم برای تو هم اینطور بوده، برای من اینطور بوده. برای من اینطور بود اگه دایره نبود توی سال 402 مخصوصا اتفاقهای خیلی بدی تو زندگیم برام میافتاد، خیلی بد. خشمم و غمم و ناراحتیم و همه چی شد دایره. یه جمله که یکی از بچه‌ها روی گزارش کاراش نوشته بود برام جالب بود، نوشته بود دایره خونه امن من. و بعد برام جالب بود که همینطور که برای ماها تبدیل به یک خونه امن شده، برای دانش آموزا و برای خیلی های دیگه هم تبدیل به یک خونه امنی شده که هم قراره که گوشیم ضعیف هم قراره که یاد بگیرن، هم میخندیم هم دیگه، هم فارغ از بحث کنکور ما هم دیگه یاد میگیریم خیلی چیزها. و کلا دایره فقط این نیستش که فقط یک بحث مشاوره کنکور باشه، نه یه چیز خیلی فراتر از اونه. و اصلا بچه‌ها که کاره میکنن، یکی من رپ خوند خیلی خفن بود. حفظی رپشو یه تیکشو بزنم؟ حفظ نیستم ولی به من گفت تینا حرفاش عین آب رو آتیش، برف رو آتیش، نمیدونم استاد کم کردن استرس. تو همون بخش تیناشو گوش دادی؟ معلومه تو که مهم نیستی، بقیه بچه‌ام که متاسفانه وقت تنگ بود، مهم منم. گفت مهراج ریاضیه که تندونه داد زیر بغل فلکی گفت منو مهراج ریاضیه، دانشی اینجا همه چی براش یه بازیه. اینجا خیلی قشنگ میگه تینا عاشق سفر داروسازی میگه باش رشیاشو نصف عمرت تو دادی فنا. داداشم باد موافقم زد. خوش بر اون که نصف عمرشون رو فنا دادن. گاوی ادامه رپ بود. بعد گفت بعد در یه رپ دیگه میکنه میفرستم. خداش اعتقادات در جوانان نپرسیدم که چرا بعد اربعین، ولی گفت بعد اربعین یه دونه حتما پیاده روی کربلا. آقا التماس دعا. اربعین چیز عجیبی داره، آدم‌هایی که من فکر نمی‌کنم هر سال دارن اربعین. والا ما هم هر سال گیر بلیط اتوبوسیم برام اربعین یه مقدار خیلی. دیشب بود؟ پریشب بود. یادم نمیاد که بود، ولی بالاخره ما هر سال درگیر بلیط اتوبوسیم تا اربعین پیدا نمیشه. برادران اربعینی تو نمیذارن. بعدن اربعین از گوشه برید ما هم رد شیم. جاده‌مون شلوغ میکنن. خلاصه که چند دقیقه شد؟ 34 دقیقه. حالا زیاد زدیم شد 34 این همه من انرژی گذاشتم تو 34 دقیقه. میرچه به حس نسبت به 4 سالگی دایره چیه؟ افتخار میکنی به داشتنش؟ ببین یه چیزو صادقانه بگم، اینو به تو گفتم، هیچ وقت اینجوری بلند نگفتم. من کمتر جای پیش میاد بگم که مشاور کنکورم، چون یک گاردی نسبت اصلا گارد چی؟ فرای گارد. یعنی مثلا نمیگن که دزدی. ببین من همیشه میگم تو وقتی وارد فضای مشاور کنکور میشی، ببین من به کارما و این انرژی که میره و برمیگرده خیلی اعتقاد دارم. من همیشه میگم اگه وارد فضای کنکور شدی تو یاد داشتی دزدی نمیکنی، فقط مالی. تو ببین مثلا خونه‌تو دزد میزنه، طلاقتو دزد میزنه، تموم میشه میره، در میاری. کسی که یک سال آیندهشو میده به تو و تو خرابش کنی، به نظر من یک نفرشون تازه یک نسل نابود میشه. ترسناک. برای همین من همیشه میگم دیگه، من خیلی کم پیش میاد بگم مشاور کنکورم. گفت در راستای حرفی که گفت 4 سالگی دایره، برام مهم نیست که
از لحاظ تعداد مخاطب چقدر بزرگ باشه. خب من تو گزارشکار جدیدی که گفتی خونه امن و اینا خیلی برام جالب بود، نمیدونستم اینی که گفتی. یه فرم تو اپلیکیشن جدیدی که طراحی کردیم، من بالا نوشتم دایره خونه امن تو. برام خیلی مهمه که 4 سال دیگه صحبت آموزش تو ایران هست وجود داشته باشه تو شهرها، تو آدم‌ها، تو فضای مجازی، که دیدگاه ما نسبت به آموزش عوض شد و واقعا دایره خونه امن باشه. حالا ما اینو داریم، من فعلا تو ابعاد کوچیک‌تر چیز میدیم، کشوری و بزرگشو میگم. ولی برای من دایره خیلی 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 خوب بود و آخرین چیزی که دایره به من داد پول بود. من بلند میگم، بزرگ میگم، تو خیلی خوب میدونی چه بلاهایی تو کنکور سر من اومد، چه بلاهایی سر من اومد که من یک روز من از کنکور که رفتم بیرون بعد 30 سالگیم راجع به این اتفاقا میگم، ولی من حداقل به اندازه تلاشم هیچ وقت توی کنکور نتیجه‌مو ندیدم، چون نه با یه مدرسه کار کردم نه با انتا مؤسسه‌ای که پیشنهاد دادن کار کردم، ولی فکر میکنم مهمه برام که 4 سال 5 سال 10 سال دیگه که دایره وجود داشت به عنوان یک خونه امن ازش یاد بکنم، حتی الانش. ولی میدونم خیلی بزرگ میشه، خیلی خیلی بزرگ میشه. آره تو چی؟ من گفتم حسام نسبت به دایره از وقتی واردش شدم. فکر میکنی سالها بعد دایره کجاست؟ فکر میکنی مسیر دایره به چه سمتی میره؟ منظورم از مسیر یعنی این که خیلی وقت تو یک برندی رو مثلا میسازی، اون برنده رو توی حوزه های دیگه هم آره مثلا چه توسعه فردی نمیدونم هزار طرف کافه میزنه حتی به اسم چیزش. یکی از مشاوره کنکور چیز زده، کافه، یکی که کافه زده به کنار. خیلی هاشون کنکور رو تبدیل به توسعه فردی میکنن از این چیزای زرد. البته یکیشون ساختمان پزشکان زده به اسم تیمش و فلان اینا حالته. طبقه زیرش نمیدونم داروخونه بزنی. آره اینجوریه. مذاکره کنیم طبقه زیرش داروخونه. نه ولی حالا دایره قطعا در حوزه‌های دیگه به نظرم پتانسیل اینو داره که ورود بکنه. حتی شاید این کارو من و تو هم نباشیم که بکنیم. آره. ولی آدم‌های دیگری هستن که دایره رو ادامه بدن و کارهای خیلی خفن‌تر. اسم خیلی مهمه دیگه. یعنی من مطمئنم یک جایی وجود داره که معراج حبیبی وجود نداره. دایره وجود داره. تینایی وجود نداره و دایره هست. دست آدم تینا هست. دایره هست، شاید دست آدم‌های دیگه و به شکل‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف. آره همینجوریه. اسمش هم باحاله دیگه. دایره. یه روز سر کلاس من از قبل میدونستم که میخوام مشاور کنکور بشم. 36 بار داستان. حالا بعداً برای تو تعریف کردم، برای مخاطبای بدبخت تعریف نکردم. بدبخت، مخاطبای عزیز. بدبخت که تویی. یه روز سر کلاس هندسه نشسته بودم، بعد میخواستم مشاور کنکور بشم، اینا به دوستام میگفتم من میخوام مشاور کنکور بشم، عاشق آموزش بودم، هنوزم هستم. بعد دنبال اسمش میگشتم. اول اینجوری بودم که اسم میخواستم بذارم گالاکسی کنکور، کهکشان کنکور، اصلا نمیدونستم دلیلش چیه. اولترا کنکور، کوانتوم کنکور. اول اسمش کوانتوم بودم، خود من دنبال یه معنا بودم پشتش. سر کلاس هندسه نشسته بودیم، هندسه استاد ناصر تاملت گفت یه دایره کشید، گفت که جهانم همینطوری بود. کامل در شکل جهان هستی داره. نه گفتش که کاش جهانم اینجوری بود. گفتش که دایره تنها شکلی در جهانه که از مرکزش به تمام اضلاعش شعاع برابر داره، قانون مساوی بودن همه. کاش جهانم اینجوری بود. من گفتم تمام، رشته ریاضی، معنای عمیق، هندسه اصلا مهم نیست، هندسه فلان اینا همه چی داره. یعنی اون هندسه که دوست دارم رشته ریاضی رو داره. اگه نباشه دایره اسمش رو عوض می‌کنه. چی می‌ذاره؟ حالا بعدا نمی‌تونم. حمام زنانه کنکور ها؟ به تو چی؟ نه جدی الان مثلا نمیدونم بهش فکر نکنم. تیم کنکور. نه لوسه یه چیز درست حسابی. بعد خیلی معنای اسم دایره برای من همیشه عمیقه. دنبال اون عدالته، معنای اون عدالته. جهان که اصلا ناعادلانه است، ولی برابری و عدالت فرق. عدالت چیز خوبیه ولی برابری چیز خوبی نیست. چرا باید زن و مرد برابرن؟ میخواد گوشیتو جواب بدی من ادیت میکنم دیگه. خدا لعنتت کنه. نه میتونی بذاری. بگو. یه در با کی صحبت میکنن؟ نمیذاره یه دقیقه با تلفن حرف بزنم. هی منو به حرف گرفته. دفتر منو برای چی داری نشون میده به مردم؟ نخون توشو. شاید چیز خصوصی توش باشه. الو سلام. خوبی قربونه؟ کجایی؟ نه دفترمه بابا. چیز خصوصی هم توش نیست. برنامه درس. یعنی
هیچ وقت عملی نمیشه. هیچی زدم قهوه رو ریختم پایین. چرا گفتی پیچیده شباب؟ گفتم زنگ میزنه نگران شده یا فلان چیز. هیچ که نگران من نمیشه. اپیزود اول بود بعد از چند ماه آخر با خرداد هم دیگر دیده بودیم. خیلی واقعا داره مرتم شده بود. حالا مرداد 3 ماه تقریبا هم دیگر ندیدیم و هیچ وقت فکر می‌کردم تو زندگیم دلم بر این تایم بشه. بعد چند سال 3 ماه ندیدم. خیلی وقت بود 3 ماه ندیده بودم. یعنی چی دارم میگم؟ جمله بندی خیلی وقت بود که پیش اومد این اتفاق افتاده بود که 3 ماه پشت هم ندیده باشم تا الان پیش نیومده بود. بله این چقدر سختش یادم شبیه ادبیات فارسی درسان دارم کلاسشو ندید. ولی کلا قدر روزهایی که اختیار زندگی دست خودته و توانایی چجوری نفسی میبرد بالا داشتم زر میزدم. خب اصلا نفهمیدم چی گفتی، اینقدر چیز بوده مشغول این بودم. خب بگو. قدر روزهایی که اختیار و انتخاب یک مسئله تاثیرگذار توی زندگی دست خودته رو بدون و یعنی زمان اون رو ازت میگیره. اگه الان کنکوری هستی و داری اینو میبینی، اگه ما الان اینجا نشستیم خیلی خوشحال شد داریم حرف میزنیم، به واسطه کنکور. واقعا به واسطه کنکور تعارف که با خودت دیگه نمیتونی داشته باشی، به واسطه کنکوره. آقا الان من تینا خیلی برای من عزیزه. کنکور برای آدم‌های معمولی سکوی پرتابه، تموم شد و رفت. برای منی که بابام یک وضعیت معمولی داره، برای توی که همینطوره، هیچ سکوی پرتابی وجود نداره. بابای تو معمولی نیست. اشو بابا. ولی همین دیگه، ازش استفاده کن وگرنه که تا ابد در وضعیتی که داری خواهی ماند و اتفاق خیلی مثبتی هم رخ نمیده، چون که بالاخره آدمای معمولی تو کل دنیا همینه. ولی من این دیدگاه تو رو ندارم. چرا؟ من شاید توی وایس هایی تو کانال میگم که آره چون اینجا ایران راه رسیدن به موفقیت یا حالا هر چیزی کنکوره. صرفا حرف دلیه بر اساس هیچ تحقیقی نیست. نمیگم راحت رسیدن. نه من چیز دیگه اصلا میخوام اتفاقا بگم. من اتفاقا برای من اینطوری حالا کنکور یا درس منظورم وارد دانشگاه خوب شدن و رشته خوب، به نظرم تو کل دنیا همیشه این قضیه با ارزش میمونه و اتفاقا من همیشه میگم وقتی یه آدم‌های خیلی زیادی از یه جای دور میشن تو برو سمت اون قضیه. خب وقتی الان این اتفاق داره میفته که آره نه درس اهمیت ندادن، پزشکی اشتباه شد و فلان و اینا، هر وقت هر چیزی اشتباه میشه برای من این نشونه رو نداره که پر شده، برای من نشونه رو نداره که خلاقیت تو اون مورد، سواد تو اون مورد اصلا کافه. الان کافه همین میگن اشتباه شد. توی شهر ما چند وقت پیش کافه زده، الان از همه کافه‌هایی که 5 6 سالم داشتن انجام میدادن بیشتر درآمد داره. هر چیزی که یک جای دیده اشتباه شده برای من اینطوریه که تو اونجا یک خلاقیت ریز ایجاد کنی متفاوت میشی و خیلی پول در میاری. یه دونه این قضیه که درس تا ابد علاوه بر جایگاه اجتماعی تو رو متمایز میکنه. درس خوندن به تو یاد میده تو خودت تنهایی برای خودت کافی هستی. میدونم تو شغلم اینو به دست میاری، میدونم تو جاهای مختلف اینو به دست میاری، ولی یادت باشه تو وقتی وارد اجتماع میشی اولین برخورد تو با اجتماع اون خونه‌ای که به عنوان خونه دوم میسازی خیلی مهمه. چه بهتر اونو تو رشته خوب و دانشگاه خوب بسازی. من خیلی نمیدونم از 402 به بعد، مخصوصا از وقتی که نهایی اومده، من نصف دانش آموزایی هستن که 25 6 سال به بالا، یعنی رفتن اجتماع رو دیدن، فلان رو دیدن به این نتیجه رسیدن که درس خوندن یک جایگاه و یک دیسیپلین و خیلی چیزایی داره که اون شغل اتفاقا خیلیشون وضع مالی خوبی هم دارن، اون پوله نداره. اون شخصیتی که از تو میسازه درس خوندن چیز دیگه است. چون به نظرم اون یک سالی که تو کنکور تو تنهایی تو خونه داری درس میخونی، این تنهایی خیلی بزرگت میکنه، خیلی بزرگت میکنه. یهو مواجه میشی با اینکه یک سال همون اتاقی که عاشقش بودی، همون تختی که عاشقش بودی، یه جاهای شبیه زندان میشه برات. ولی تو میفهمی از دل همون زندانه یه درخت خیلی خفن رشد میکنه. من اینقدر قشنگ بهش نگاه نمیکنم. به عنوان یک دختر شهرستانی دارم به قضیه نگاه میکنم که برای خیلی ها اینطوریه، مخصوصا برای دخترایی که دارن کنکور میدن که درس خوندن تنها راه خروج از محلیه که هستن، تنها راه ارتباط گرفتن با جامعه است، تنها راهیه که میتونن یک زندگی معمولی رو تجربه، نه یک زندگی فوق العاده، نه یک زندگی معمولی. من بهتر از تو نگاش میکنم. اگر من دارم از دید خودم نگاش میکنم، حتی اگر اون رشته دانشگاه خیلی تاپ هم نباشه، باز این چیزایی که گفتم میده.
بنابراین همچنان ارزشمنده. اگر به هر دلیلی این مسیر کنکور توسط کسی انتخاب شده، بعدش هم انتخاب‌های درستی باید داشته باشه که در نهایت مسیر به جای خوبی ختم بشه و جای خوبی وایسی دیگه. خیلی خیلی مهمه که دهه 20 تا 30 سالگی زندگی تو کجا، کنار کیا و در چه موقعیت اجتماعی بگذرونی. راستش خیلی مهمه، چون قضاوت خودت نسبت به خودت رو همین سالها شکل میده به نظر. یه موضوعی نمیدونم راجعش صحبت بکنیم یا 10 تا 5 دقیقه 10 دقیقه یا بذاریم واسه بعدی. میتونیم بزنیم واسه بعدی. هیچکی نیست. تنهایی بعدی حرف بزنیم. الان خوش گذشت. الان بریم به نظر من غذا بخوریم. یه بار بعد 3 ماه اومد یه غذا به ما بده، اونم نمیده، پولم هم که نمیده. اینجا کی باخت داده؟ بدهکار هستم بهش، حقوقشو نمیدم، غذا بهش نمیدم، باز دشمن بودم کمتر به جاسی میزدم. دلمون خوش رفیق داشت. خیلی حالا بیشتر اولش معذب بودم ولی خیلی بیشتر از اون چیزی فکر می‌کردم. حالا این مسیر شروع پادکست ما رو به جای عجیبی قرار برسونه. فرای کنکور این پادکست ها یک چیز حریف تمرینیه برای اتفاقای خیلی بزرگتر که تو این 1 سال آینده متوجه میشید. خیلی حال داد کنارتون. از این به بعد هر هفته که نه، هر 2 هفته یا 3 هفته یک بار چای چت تیناج رو داریم تا ببینیم چی میشه دیگه. خوبه، خودش رو ایگنور میکنه، گفته تیناج اصلا خودش نیست. خدافظ.